صدها نفر ساکنان جماعت دهات سامان و کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر حصار به حشر برآمدند جای راه‌ها و آرامگاه‌های حدود جماعت را از خس و خاشاک و پرتاب تازه کردند. از جانب صاحبکاران محلی زیاده از 3 کیلومتر گرد و اطراف آرامگاهی دهه دوچینارو و نزد دریایی که جایهای خطرناک ماشین گذر دارد پنجره‌های آهنی نصب کرده می‌شود. این عمل آنها برای تازه و آزاد نگاه داشتن محیط اکولوژی مساعدت می‌نماید. از طرف جماعت دهات گروه کار تشکیل شده است. در دوام یک هفته در دوام یک ماه اگر از طرف شهر حصار جنبش کرده شود، در دوام یک هفته از طرف رئیس جماعت دهات سامان برای هر یک دهه چی کمبودی که دارند بنگاه طبی، ساختن ورزشگاه و باغچه کودکانه و عموما کدام دهه چی کمبودی که دارد از طرف صاحبکاران این به نقشه گرفته شده است. خیر و سخاوتی که صاحبکاران شخصان علاهیده اما مسئولیت داده شدند اون رو برای آباد کردن، برای یاری به کمبیزات، به مکتب، به بنگاه طبی صرف کرده می شود. در حقیقت تازه نگاه داشتن اطراف خانه، کارخانه، راه و جاده‌ها، جویبار و کانال‌ها و به این مانند میتواند در سالمی اهالی سهم باسزا گذارد. سبزکاری و خرمگردانی‌های طبیعت به کار دائمی ساکنان همه جماعت و دهات شهر حصار تبدیل یافته است. خیلی که ما شاهد هستیم در دهه دوچندان جماعت دهات سامان مردم دست جمعانه برای تازه گرداندن و آباد زیبا گرداندن محل، دیار و آرامگاه برآمدند و امروز همه ما من شاهد هستیم که مردم با یک دل گرم کار کرده ایستادند و در عرفه عید سعید فطر از حساب صدقه‌های جاریه و حساب مبلغ‌هایی که از حساب فطر روزه جمع‌آوری کرده شد آرامگاه را با پنجره‌ها محکم کرده شدند و اینچنین با جلب صاحبکاران و صدقه‌های جاریه در مؤسسه تعلیمی رقم 29 دهه دوچندان جماعت دهات سامان 2 سینخانه ایلاوگی ساخته به استفاده داده شد. پیشتر دهه‌های دوردست جماعت دهات سامان از آب تازه نوشاکی و پلیزی تنقیسی می‌کشیدند. همین است که با دستگیری صاحبکاران از چشمه‌های کوهی که در مسافه نزدیک به 3000 متر جای گیرند طریق لوله‌های آبکشی به دهه‌های اطراف آب آورده می‌شود. مردم خطی دست جمعانه را خدمت میکنیم 90 خوجگی را از حساب آب چشمه کوهسار صاحب آب نوشاکی میشه، آب تازه خطی دست جمعانه را گرفتیم میبریم. نصیب باشد مردم از آب چشمه آب نوشاکی تازه تامین میکنیم. ما کوشش میکنیم که با این زیادتر آب مثال همه چشمه را جمع کنیم و مردم استفاده کنیم. ساکنان پیشتر هم از چنین چشمه‌ها برای آب تازه نوشاکی و پلیزی استفاده می‌بردند، اما با زیاد گشتن اهالی و زمین‌های کشت باز لوله‌های ایلاوگی را برای آبیاری نصب می‌نمایند. اکنون می‌گویند که دیگر برای نوشیدن آب تازه و آبیاری زمین‌ها با استفاده از آب‌های چشمه تنقیسی ندارند.